دوستان، عرض ادب و احترام. بریم به سراغ 2026 که باید بازی کنیم. اول بچه اینجا بازی های دوستان هست که خودتون میتونید انتخاب کنید. اینجا تمرین بچه، اینجا که میاد اینجا تیم برمیداریم. لیگ برتره و 2 تا لیگ برتره. الان بهتون نشون میده. این لیگ برتره بچه، اینا لیگ های قهرمانان. میبینین که هست، میبینین که برای اینجا جام جهانی 2026 داره و جام های مختلف. بچه اینجور مثل بازی های قبلی پول مانی میدن دیگه تا بازی کنن و نگاه کنن. اونجا هم که میتونید مثلا این پنالتی مثلا بازی میکنید، تیما رو خودتون برداریم. ایستگاهی هست و اینا جاما، بعضیشون جامه، بعضیش بازی تیم بردارین و بازی کن. بچه من میخوام برم بازی ایران یعنی جام جهانی رو ببینم. بچه لایک و کامنت یادتون نره، اون زنگولم بزنین دیگه. بعد چند روز دیگه یه ویدیویی میخوام بذارم که ویدیو گرفتنی که دوستی رو باید لایک و کامنت رو سابش کنیم. ببخشید. بریم جدالمون ببینیم با چه گروهی. گروه آمریکای کثافت. جدالمون هم اولی با آمریکا بازی کنیم. آقا دوستان میتونید بگید ویدیو بعدی میتونید بگید چه تیمی باید بچه ها نگاه کنید. بریم تو تیم. من تا موناکو باز کنم. من تا سیتی هم دارم. سیتی اسم ایران نمیادم. لباس قرمز رو برمیداریم. بچه چون این بازی ضعیفی همین توپ رو برمیداریم و میگیم بازی برای چطور ترکیب که مسلمان کنیم. بهتر بازی کنیم آقای مهدی طارمی. بچه میتونیم اینجا مقابل ترکیب رو نگاه کنیم. بله میتونیم نگاه کنیم. میتونیم مهارتمون هم به رخ بکشیم. فاز دفاعی، پاس بلند و پاسکاری دارم. ما خودمون روال خودمون بازی می‌کنیم. بچه میتونیم شماره‌های تیم ملی بازیکنانمون هم تغییر حتی بدیم. بله بچه اینا که میزنن ایز دروازه بال متوجهش نشه. اینا مثلا بازیکنامون از کجا تیم اومدن. هر تا مشاهده میکنید مثلا این بازیکن از کدوم کشور اومدن. میرم اینجا که بازیکن هاست که شمارهاشون رو در نگاهتون میشنوید. اتزان نو. خب بچه برگشتیم به تیم. بازیکنهای ضعیفی ما نمیخوایم تو تیم. این کجاست ترکیبش 4-3-3؟ ترکیبی خیلی بد است. بریم تغییر تکنیک بدیم. همون 4-4-3 خودمون رو میزنیم. اول باید خوب خشک بچه اینا اول نگاه کنیم. این بهتر از قبلی است. خب میخوایم بازیکنهای خوب و مد نظر بذاریم. بچه اینجا نگفت
اینجا برای کاپیتانی است که کاپیتانی پنالتی ایستگاهی و کورنرهای سمت راست و چپ. ما میخواییم مد نظر برای هافبک وسط بیاریم. یه دونه داریم 72 تا 72 داریم. پس ما باید به نظرمون یکی از اینا رو بذاریم. ببره هافبک دفاعی کمی جلومون بود و نشیمانه 77 تا جلو چه میدن. با صدای من 3 2 1 شروع جدال بین دفاعمون عوض نداره. خدا کریم. بس ویدیوی بعدی یک دوستانی هست که یوتیوب داره کار انجام میده، خانوم است و باید با اون لایک و کامنت یادتون نره بچه. ایز لایک و کامنت. بچه ما هم به زودی چالش مالی شروع کنیم. ممنون هستیم. پلیسیچ بازیکن گارد شناس، بازی جدال تیم‌های آمریکا و ایران شروع میشه. بازیکنان تیم ملی ایران سوند گل اول. محبوب بچه گل نگاه کنید. من نمیخوام بزنم، گل نگاه کنید. باید زنیش مهدی قاطباتیه. بازیکن خارج احیانا میاره به اینا. ممنون است. اشغالین چشات بچه استارتو بهش قمتی پله بندازیم. پله ببینیم رد میکنه. بله اما بعدی نتونست بازیکن در مقابل آن. بچه ها عشق منین. باز تارمی چرا گل نمی کنی؟ نگاه کنید دیگه سر نگاه گل را نگاه شانس بعدمونو. بچه این ساعت هم که نزنی یه دردمون نمیخواه. باید بزنیم. نارو آقا دوباره نگاه کنیم چه ویدیویی از اینجا اوه یه چند سانتی میخواست تا ایران به گل دومش برسه. آمریکا مونده محبوب. یعنی ببینه میتونه این ایران رو شکست بده. ایرانی که پر از جان با جوش و جوون هستن. چی به بدی میندازه. قلی زاده فکر کنم قلی زاده بود. حالا بازی کنیم. جدال دوباره بگم جدال جام جهانی 2026 بین آمریکا ایران. ورزشگاه آمریکا نیویورک. به چه بازی شب. بچه دوباره بگم میخوام یه یوتیوب نمیشه گفت اما برای روانشناسی یوتیوب کار میکنه. بچه لطفا لایک و کامنت هم به من هم به اون یادتون نره که ویدیوی بعدی میذارم. حتما برین ساب کنید. ممنونتونیم. عاشقتونیم. چشای من.
لایک اینم بهش رحمتون زدم میخوای ویتی داره میاد میکنه، پس لایک و کامنت یادتون نره. سوپر گلی یه دقیقه نگاه کنیم ببینیم. بله یه دونه دیگه میتونیم مطارم جهان رو نجات بدیم. گل زیباست ول کردیم چون نمیتونم گل بچه. من چون تغییرات دوست ندارم میدم، فقط یه تغییراتی 69 دفاعمون رو میانیم بیرون و 77 بذاره ضعیف جام جوش دروازه‌بان هم میشه. من میگه هر دروازه‌بان 1 2 دروازه‌بان 3 دروازه‌بان داریم عوضشون کن. این آمد بازی کنیم بچه ها به نام خودتون شروع میکنیم بچه ها. این فقط برای گل زنیم با تاره یه تاره بازی کن از پق تیم پورتو اینتر الان داره در اولمپیاکوس بازی میکنه. بازی کنی که تیم های بزرگی گل زده بدیم های مثل رئال مادرید. تارمی وای داشتم میگفتم تارمی همین که الان توپ میگیره یه سر توپ یه شوت بیرون میره. تیم اینتر به میلان زده به یوونتوس فکر کنم زده اما بگیم های موفقیتشون مخصوصا مهدی طارمی که خیلی خوبه عالی برای یه دونه کشورمون. خطا میکنه طارمی کارت شانس میاره نمیگیره ایسکای برای اونها. بیرانوند علی بیرانوند تعویضی دفاع ایران سوتی میدامه جمع میکنه بچه های دفاع جمع کن میره تو ببینون. بچه ها من میتونم یه ویدیوی بازی جدید بذارم که به زودی در ویدیوی بعدی میبینید. ملتیتورن آفساید بچه ها دوباره عرض کنم براتون لایک کامنت چه سوپر گلی ورزشگاه با پولتونم نمیتونید بخوان چه خوشحالی کنید. حالا بریم برای پول. سوپر گلی میکشونه دفاع رو پا میندازه به جان میزنه. چه سوپر گلی گل نگاه کنید ویدیو رو. دقیقه 79 بازی میخوایم گل چهارمی با طارمی بزنیم با همون ولوبتی خطا کرده جرأت داشت. ببینیم اگه این گل شل کامنتتون رو 2 برابر نشد دیگه همون کامنت خودتون رو بذارید. اگه این گلشه باید کامنت بهتری بندازید. هر کامنتتون میتونه چالش رو براتون بهتر کنید. یعنی اگه شما 5-6 تا کامنت لایک اما بیشتر کامنت بذارید برای من خیلی بهتر برای چالش جدیدم میشه. چالش پول بهتون میگم به زودی
به زودی میگم بچه‌های خوشگل گلم عزیز منی. دقیقه 80 میخوام همینجوری ول کنم. حالا ببینم دقیقه چند. 8 دقیقه سنگینه. میتونیم یه گل بزنیم. اگه یه گل زدیم پس لایک و کامنت. این ویدیویی که گفتم یک آرمی روانشناس باید اونو لایک و ساب کنید لطفا. ممنونتونیم اگه کردین. خب بریم. مهدی طارمی، مهدی اسبق، مهدی دلها که بازی داره تموم سوتا پایان بازی. چه بازی شده این بازی. به بچه ما اصلا نچیزم بازی هایی که میشه کنسر بستم با بریری که تو گروه افتادم. به تیممون صدر جدول آمریکایی صفر ناپذیر. تیم ملی که ارزش رو نداره بازی نمیتونه کنه که جهان. باید ببینیم ترکیب مقابله. ببینیم چند تا طلایی هم بهش نکنم بازی نکنم بهتر نیست. تو این دوم بازی انجام میدیم تا ویدیوی بعدی. خدا از این بازی انجام میدیم. بودم ویدیو 22 دقیقه این است دیگه. چه بریم منظیمات بهتون میدیم. اما این ویدیو نمیتونیم. ویدیوی جدیدش ویدیو قبلیش که خراب بود. آقا یه چیزی من از این که سازنده این ویدیو رو بتونه ببینه. این ویدیو رو من ساختم فقط نگاه کنم. استوب بزنم. این الان میبریم ترکیب تیمای ایرانی بازیکن‌ها همون سال 2024 که حتی بیاد حرفاش میزنم تو کام تا ویدیویی که میگیرم باید بخورن. بیا بریم ترکیب استقلال، پرسپولیس، سپاهان، اصلا کل ایرانه. اصلا 4 تا مدعیمون رو میگیم. همین استقلال قائل تو چند سال از استقلال جدا شد؟ 1 سال میگیم. بعد آرمان رمضانی اصلا نیست دیگه تا افوردی تو اینجا دیگه. چقدر اصولی دیگه باز کنید بچه ها. ورزشگاه کشورمون ورزشگاه آزادی، ورزشگاه خوبه. بچه ها ببخشید باز خراب علکی شد یه هدف. بچه یه پست مو نیست. واسه ببینیم بالا یه پنالتی گرفتیم. چه پنالتی ها نگاه کن. اوف بعدم زد. یعنی داور بینا. بچه ها من دوست دارم چپ بزنم با 6 ثانیه. طارمی گل چه گلی، چه لحظه ای. مهدی طارمی گل چه سوپر پنالتی. این بازی شد. بازی قبلی شد 4 تایی 5 تایی شد 4 تایی 4 تایی.
این بازیکن 5 تایش کل جهان. ملش نمیشه. نوک پا زده شد، اصلا هیچ اشکالی نداره. وات؟ خب باور نکردم. من قول مردونه باید بدم 5 تا رو باید بزنیم. گوله چه کسی نمیدونه من قسم. اگه اسمشو میدونی تو کامنت ها بگو. گفتم هر چقدر کامنت بیشتر به ما یه رتبه بیشتر. یعنی این خراب کنیم یعنی کول باشی آمد. اوه دفاعیه آفساید نیست. به چه دلیلی آفساید نیست؟ حتی تعویض نیستم اینه آقای توپ با زدم از این داور چی خطای بابا داور ارتوپرت برامش سی استارتی کسی نیست. بعد پله شد، بعد زدیم، بعد ریدیم، بعد سوچیدیم ویر شیشه. چه بعد تیر به لرز چرت برت میای. 10 نفره نمیتونیم اینو بزنیم. وات؟ یعنی تلیسمی ما شانسیم یا شانس نداریم؟ ای خدا ببین چه شانسی دارم. ناموسم. خب یه تیکه برم. یعنی ببین یعنی فوش در فوش. تو رو جون ناموس. بچه میبینین که ویدیو بعدی 2 بازی ارائه میدم. نه همون یه بازی بهتره.
بچه ها دوباره بهتون میگم لایک و کامنت یادتون نره. عشق منی وای سونی دوباره بابا مشکل پزشکی دارن یا من نمیتونم. بچه ها اگه کامنتاتون به 800 تا برسه یه ویدیویی میذارم که هم توش چالش ویدیو تقریبا 50 دقیقه است. بعد منو دوست داریم الیاس. بله به زودی میگم، به زودی که کامنتاتون بالاتر از 400 تا باشه ویدیو خوب معمولی خودمونو بزنیم با 3-4 تا دوستام که نیستن با یه بازی جدیدتر و برستر. این هم حتی هست. بچه های عزیز و دلبند خودم، عشق پر طرفدار، نگاه کنید یک روانشناس هست که به زودی یعنی ویدیوی بعدی که همینجوری میخوام بذارم که اون باید ویوش به 500 تا برسه. باید یه روانشناسی به دوستاتونم حتی میتونید بگین اگه یوتیوب باشن بگین اینو هم لایک، ساب، زنگوله فعال هر چی از یوتیوب براش کنید. خب حالا غیر از این منم همینطور. عشق دلا، عشق منید. بای.